فاضل ناصرов هنرمند اصیلی است که در کلالگری همتا ندارد. با گفته خود او کسب کلالگری را در سن نورسی از خود نموده است. زیاده از 33 سال می شود که او با این هنرش در دل مردم ناحیه شهر نو جا گرفته است. بر کارگاهی کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. و این هنری بسیار قیمت و ارزشمندی ملت ما هست که مردم وابسته به نیاز زندگی خویش به این هنر که مشغول بودند و استادان زیاده در این ساحه به تمام جهانیان بسیار معروفیت دارند، مثل سید امیر کلال که یکی از بسیار استادان مشهور این هنر بودند و در دهه قره‌طاق زیاده از چندین سلاله های هنرمندان کلالگر معروفیت دارند، مثل استاد بابا سعید و امروزها استاد حکیم هستند و استاد کلال استاد مقیم هستند. هر یک کوزه یا کاسه و دیگر اشیایی که عمک فاضل می سازد یک اثر است. برای آماده کردن آن او زحمت زیاد می کشد. شاگردان زیاد دارد و علاقه آنها نازکی های زیاد این کسب اجدادی را از خود کردند و مستقلانه هم کار می کنند. از سن خردسالی در این هنر کلالگری، چون پدرم هنرمند بودن، کلالگر بودن، شوق و رغبت پیدا نموده، همراهی آنها آموختم و در شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه شهر نو که کورس‌های کلالگری را پدرم در آنجا و شاگردان می آموختند، در آنجا تحصیل نموده صاحب سرتیفیکات گشته و صاحب هنر گشته. این حال در مکتب صنعتی ناحیه شهر نو کار و فعالیت میبرم و حال حاضر 11 نفر شاگردان را درس میدهم و این هنر خود را میآموزم. سالهای آخر دستگیری هنرمندان از جانب مقامات دولتی خیلی زیاد شده است. عمک فاضل هم تصمیم دارد آینده در همکاری با اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه شهر نو برای زنان و دختران کورس‌های آموزشی تشکیل نماید و در وادی حصار کارگاه کلان کلالگری را فعال گرداند.